خانمی سوال پرسیدن که همسر من در طول دوره بارداری الان در دوره یعنی ماه هشتم بارداریشون قرار دارن و گفتن که همسر من قبل از دوره بارداری هیچ گونه مشکل زود انزالی یا نوز رو نداشتن، ولی الان در طول دوره بارداری با وجودی که من میل جنسی دارم اما همسرم مشکل زود انزالی و همینطور نوز پیدا کرده و نمیدونم دلیلش چیه. آیا بعد از زایمان و دوره بارداری حل میشه یا ممکنه همینجور ادامه پیدا بکنه؟ ببینید، برای برخی از آقایون بارداری همسرشون یه سری تغییرات روانی و اجتماعی رو میتونه برای اونا به همراه داشته باشه. بالاخره پدر شدن میتونه یک سری الگوهای ذهنی رو در اونا فعال بکنه. اینی که رابطه جنسی توی ذهن اون مرد آسیب زدن به جنین باشه و یا آسیب زدن به همسر و مادر بچهش باشه، میتونه دقیقا این اثر رو داشته باشه که فرد رو دچار زود انزالی و یا حتی اختلال نعوذ بکنه. این دوره ای نیستش که ما بخوایم الان ملاک قرار بدیم که حتما باید در طول این دوره این مسئله و مشکل حل بشه. توصیه من اینه که این صبوری رو داشته باشید. میتونید سکس تعاریف گسترده تری از مسئله دخول، حتی داشتن نعوذ، انزال توی موقعی که انتظار داریم، همه اینا واقعا میتونه فراتر از این باشه. سکس، این صبوری رو داشته باشید. سعی کنید با معاشقه، با حس خوبی که نسبت به همدیگه میتونید داشته باشید، یک رابطه عاشقانه و رابطه جنسی رو به شکل دیگه‌ای تجربه بکنید و صبور باشید تا این دوره بارداری تموم بشه. بعد از اون میتونید، اگر که این مسئله ادامه پیدا کرد، مسئله اختلال نعوذ بد بشه یا مسئله زود انزالی همچنان ادامه پیدا بکنه، اون موقع براش میتونیم راهکارهایی رو داشته باشیم و درمان رو انجام بدیم.